امروز 1 اکتبر است. آغاز ماه دوم تیر ماه امسال. امیدواریم روزتان را خوب آغاز کردید و این ماه پربار برایتان باشد. چون همیشه ساعت 7 صبح شالوگل خوجا هستم با نوید بمدودی همراهتان. بینندگان عزیز از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ. در چند دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان میگویم، اما سراول نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوا. در پراگ امروز روزانه هوا ابری و 21 درجه گرم خواهد بود. احتمال شام باران میبارد. در مسکو پایتخت روسیه آب‌هواشناسان هوای بارانی را پیشگویی کردند. انتظار می‌رود که گرمی روزانه تا 15 درجه برسد. در دوشنبه هم همین حالا باران میبارد. گرمی روزانه 21 درجه را تشکیل خواهد داد. بزرگمهر یورف ادوکات زندانی توجیک با دیپلم جایزه واتسلاو هاول قدردانی شد. دیپلم را به برادر ادوکات زندانی جمشید یورف تقدیم کردند. مراسم سپردن جایزه واتسلاو هاول روز 30 سپتامبر در مجمع پارلمانی اروپا در شهر استراسبورگ برگزار گردید. جمشید یورف برادر خردی بزرگمهر یورف گفت از آن که جایزه به دو نامزد دیگر تقدیم شد ناراحت نیست. او گفت خودی این که اسم بزرگمهر یورف به فهرست 3 نامزد برنده جایزه واتسلاو هاول وارد شد یک غلطه بود. گرفتن مبلغ پولی مقصد ما نیست. مقصد ما مطرح شدن قضیه بزرگمهر یورف و مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان بود. همین طور هم شد و حالا معلومات درباره بزرگمهر یورف زیادتر است. جمشید یورف گفت که هدف نهایی آنها آزاد شدن بزرگمهر یورف از زندان است و امیدوار است که چاره‌بینی‌های مثل این میتواند مبارزه برای رهایی او را از زندان وسعت بخشد. برنده امسال جایزه حقوق بشری به نام واتسلاو هاول ایلهام توختی یک دانشمند و فعال حقوق اویغورهای چین است. او سال 2014 با اتهام جدایی اندازی به زندان ابد محکوم شد. او همچون یک حامی معروف حقوق اویغورهای مسلمان تبار چین معروف میباشد. جایزه را اینچنین سازمان تشبوس جوانان برای حقوق بشر به دست آورد. این سازمان در کشورهای بالکان میان جوانان کار میکند و همایش جوانان ملت و مذهب و کشورهای مختلف را هدف اصلی خود قرار داده است. جایزه به نام حامی معروف حقوق بشر چیخ واتسلاو هاول از سال 2013 به این سو از جانب مجمع پارلمانی شورای اروپا و بنیاد خرط 77 تقدیم می شود. بزرگمهر یورف نفر اولین از تاجیکستان است که نامزدیش برای دریافت جایزه پیشنهاد شده به فهرست نهایی نامزدها برای بردن جایزه وارد گردید. وکیل مدافع بزرگمهر یورف ماه سپتامبر سال 2015 بعد از آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دستگیر شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش حکم را در نسبتش دارای انگیزه های سیاسی میدانند. دلوار گولوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیرالی بعد 1 سال ادای جزا از محبس آزاد شد. او در لطوکوب یک کارمند پلیس ایبدار شده با جرم افباشی زندانی شده بود. سعادت امیرشوی و وکیل دفاع دلوار گولوف امروز به رادیو آزادی گفت زیر حمایش روز 9 ایول جزا را پورا ادا کرده روز 10 ایول به آزادی برآمده است. امیرشوی و گفت حالا دلوار گولوف در دوشنبه است و به کار و زندگی خود ادامه میدهد. یادآور میشویم دادگاه نویه شومنصوری پایتخت 5 نوامبر سال 2018 دلوار گولوف را به مدت 1 سال از آزادی محروم کرده بود. حادثه لطوکوبی دلشاد نرزولوزاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلوار گولوف شام 8 ایول اتفاق افتاد. بعداً طبیبان گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزولوزاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قره بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزولوزاده از نویه سرش آسیب جدی دیده است. اون زمان گفته میشد گولوف در دادگاه خود را قسماً گناهکار حساب کرده، اما گفته بود حادثه لطوکوبی دلشاد نرزولوزاده با عیب خود او سر زده است. مقامات تاجیکستان در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف فعال مخالفین و یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا را به شرکت و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افراطگرایی متهم کردند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 گشوده شده است، ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. درباره نامه مقامات
توجیکستان به جانب بلاروس نستالویکا حقوقشناسی سازمان هیومن کانستانتا به رادیو زودی خبر داد. با گذشت 6 روز از زمان دستگیر شدن فرهاد اودینایف مقامات توجیک رسما خبر ندادند. در وزارت امور داخلی توجیکستان نیز به پرسش‌های رادیو زودی در این باره جواب نگفتند. فرهاد اودینایف که روز 25 سپتامبر به مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان به وارشاوا می‌رفته است، در گذرگاه مرزی کامینلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس با درخواست قبلی حکومت توجیکستان دستگیر شد. با اطلاع دریافتی فرهاد اودینایف 42 ساله است، سند شهروندی توجیکستان و روسیه را داشته در مسکو زندگی میکرد و بر اساس شناسنامه روسیه ویزا یا روادید سفر به لهستان را به دست آورده بود. مقامات توجیکستان بعد از سال 2015 نام 10 عضو حزب و سازمان‌های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل 2 شهروند توجیکستان بازداشت و با خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش‌های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایداد و فوتبالبازی تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها گردیدند. سازمان هیومن کانستانتا میگوید در قضیه این 2 نفر مقامات حفظی حقوق در بلاروس پیامدهای نامطلوب تسلیم و استرداد فعالان به تاجیکستان را به اعتبار گرفته طلب مقامات تاجیک را اجرا نکردند. بخش ازبکی رادیو زودی نوار صدایی را دسترس کرد که در آن رئیس ولایت فرغانه ازبکستان شهرت غنیف به زیر بیانش دستور میدهد معرکه را ضد حجاب و ریش آغاز کنند. به گفته منبع بخش ازبکی رادیو زودی نوار در جلسه اخیر غنیف ثبت شده است. در آن رئیس ولایت فرغانه از منصبداران نویها طلب میکند که درباره کار خود حسابات بدهند. طبری در نوار شنیده می شود موضوع اساسی جلسه مسائل مربوط به دین و تحصیل است. همچنین درباره به جوابگری کشیدن 39 کسی خبر داده می شود که گویا با تبلیغ فعالیت سازمان‌های ممنوع دینی مشغول بودند. رئیس ولایت فرغانه همچنین یادآور می شود که برای تشکیل جای‌های نمازخوانی در اداره‌های دولتی قانونگذاری ازبکستان جوابگری پیش بینی کرده است. بنابراین رئیسان محترم نویها اگر من در جلسه های شما زن حجابداری را ببینم آن رویمال را گرفته به دهانتان خواهم انداخت. برای من فرق ندارد که وی رئیس محله، آموزگار، صاحبکار یا وکیل مجلس محلی است، تهدید میکند غنیف. ضمن شهرت غنیف با دشنام و تندگویی های خود مشهور است. رادیو زودی در گذشته بارها نوارهای صدایی را از جریان جلسه های آن نشر کرده است که زیر تو بیان خود را دشنام میدهد. در حالی که تهدیدهای طالبان در رابطه با حمله‌ها در انتخابات پرزیدنتی افغانستان کاهش می‌یابد، مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله موحی به جنبش طالبان پیام فرستاده ابراز داشته است که حکومت از راهش نمی‌گردد. روز 30 سپتامبر در شهر نیویورک موحی از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد گفت به طالبان و سرپرستان خارجی آنها پیام مردم افغان این است: یا به صلح بپیوندید و یا جنگ ادامه خواهد کرد. این جنگ است که ما امکان داریم در آن پیروز شویم. سخنرانی موحی 2 روز بعد از انتخابات پرزیدنتی افغانستان دایر شد که در آن 2 میلیون نفر اشتراک کردند. در این آوازدهی مشکل‌های تشکیلی جای داشته و چندین حمله جنگجویان به قید گرفته شد. به قول موحی با شرکت ضعیف آوازدهندگان از آن سبب بود که حکومت با تامین نظم و ثبات در حوزه‌های انتخاباتی مشکلی داشت. طالبان که نزدیک به نصف قلمرو این کشور را در دست دارند بر رای دهندگان هشدار داده بودند که حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند مورد حمله قرار بگیرد. دیروز رهبران گذشته و امروزه کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم جنازه پرزیدنت سابق فرانسه ژاک شیراک در پاریس جمع آمدند. مراسم خیرباد در نزد مقبره ناپلیون برگزار گردید. در میان مهمان‌هایی که برای خیرباد با پرزیدنت سابق فرانسه آمده بودند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سابق پرزیدنت آمریکا بیل کلینتون، سابق صدر اعظم آلمان گرهارد شریودر و شاه اردن عبدالله دیده شدند. شیراک در 86 سالگی درگذشت. سبب مرگ او نشر نشد. ژاک شیراک سال اخیر احیانا در مسیر عام دیده میشد و تنها معلوم بود که او از درد دل رنج میکشد. او سالهای 1995 تا 2007 پرزیدنت فرانسه بود. در سالهای رهبری او فرانسه به فضای پول یگانه اروپایی وارد شد و خدمت حتمی حربی را بیکار کرد. در سطح بین‌المللی شیراک با مخالفت شدیدش علیه شروع جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 در یادها مانده است. سامانه اخبار کام از قبل دادگاه ولایت مسکو درباره حکم یک شهروند تاجیکستان نوشته است که به دست کمسی کشتاری هموطن خود گناهکار دانسته شد. بهزاد ناصرов به 17 سال زندان نظامش سنگین محکوم گردیده است. تفتیش شد و دادگاه معین کردند که در ماه سپتامبر سال 2009
دو شهروند تاجیکستان بنده جنایتی را سازمان داده به صف آن هموطنان خود از جمله نوسیرف را جلب کردند. این بنده به کشتار با مقصد ترساندن و تصرف مال و ملک زادگان تاجیکستان در روسیه مشغول بوده است. بهزاد نوسیرف در حیات این بنده سال 2009 در حدود بازاری در شهر مسکو یک نفر را کشت و قصد کشتن باز 4 نفر دیگر را کرد. به غیر از این در سال 2010 نوسیرف همراه شریکانش 2 هموطنش را در ناحیه پوشکین ولایت مسکو کشتند. اومده است در اطلاع ریاستی تفتیشاتی ولایت مسکو. این جنایت‌ها چندین سال ناگشوده باقی مانده بودند. در سال 2017 به تفتیشات در نهایت میسر شد که اعضای این بنده را معلوم کرده دستگیر کنند. تا زمانی بازداشت یکی از رهبران بنده تاجیک و علاقه خودش کشته شده بود. بهزاد نوسیرف به گفته مقامات تفتیشاتی بعد بازداشت به همکاری با تفتیشات راضی شد و به این دلیل پرونده او علیحده محاکمه گردید. کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کویی صنعتی تاجیکستان و خطای در ناحیه گلستان حکومت تاجیکستان را نگران کرده است. کمیته اندوز سال پیش این شرکت را یکی از بزرگترین اندوزدهندگان تاجیکستان نامیده بود. مسئله کاهش استحصالات در شرکت کویی صنعتی تاجیکستان و خطای در بالاترین سطح مجلس حکومت بررسی شده است، چون کاهش تولیدات در این کارخانه برای بودجه کشور خیلی حساس است و باعث به کم آمد قابل ملاحظه مبلغ به بودجه کشور می شود. بنابراین در قرار حکومت تاجیکستان درباره جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2019 و وظیفه ها برای نیم ساله دوم سال 2019 به وزارت صنعت و مقامات محلی دستور داده شده است که سبب های کاهش حجم استحصال محصولات در جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کویی صنعتی تاجیکستان و خطای را معین نموده جهت برطرف کردن کمبودی ها و تامین افزایش استحصالات چاره های ضروری را بیاندیشند. نگرانی تاجیکستان در حال رخ می‌دهد که به اطلاع وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه کشور در 8 ماه سال 2019 به پرگی اجرا نشده است. در این دوره به بودجه 14 میلیارد و 511 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است که حدود 97% نقشه بوده است. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز میگم که از سوی بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 55 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 149 سومانی، یعنی نسبت به روزهای گذشته کمی پایین رفته است. و تشکر میگم که با ما بودید. طول چند دقیقه من شما را بازم در دوام روز منتظر خواهم بود. با خبرهای تازه با ما باشید و روز خوب.